کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به توجه میهمانان و ساکنان کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنسی هواسنجی تاجیکستان هوای خشک و گرم در پیش است. گرمی هوا 37 پلوس 42 و در وادی‌ها به 42 پلوس 45 درجه می‌رسد. هوای ناحیه‌های کوهی تا به 36 درجه گرم خواهد شد. از 5 تا 7 ایون در بعضی ناحیه‌ها شدت شمال به 15-20 متر در یک ثانیه می‌رسد و خاکباریش در نظر داشته شده است. از سبب گرمی هوا انتظار می‌رود برف‌ها در کوه‌ها آب شوند و این می‌تواند سببگار بالاروی سطح آب در رودخانه‌ها گردد و باعث آمدن سیل نیز در محله‌های جداگانه کوهی و نزد کوهی ناحیه تابع جمهوری، ولایت ختلان، سوخت و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان شود.